این اولین سکه ضرب رشت هست، مربوط به دوره ایلخانی. روی سکه خط اول ضرب السلطان ابو سعید بهادرخان خلد ملکه و خط آخر کلمه رشت به وضوح دیده میشه. رشت با نقطه های خودش قشنگ مشخص هستش. این اولین سکه‌ای هست که نام رشت به عنوان زرابخانه روی اون دیده شده. در حاشیه هم تاریخ ضرب سکه هست که سال 724 هجری قمری هست. در پشت سکه ما به صورت طراز اهل سنت میبینیم که نام 4 خلیفه اومده و وسط لا اله الا الله محمد رسول الله و در حاشیه هم حضرت علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان هستش که به صورت طراز اهل سنت حک شده.